شما بفرمین خانم. خیلی مهارت دارم ولی به هیچ جا نرسیدم. هیچی به هیچی. چه مهارتایی دارین؟ یعنی هر چی که بگید. خب بگین مثلا 4 تاشو بگین. مثلا حالا یه مثال بزنید شما. نه مهارتاتون رو بگین. مثلا هر چی که بگید من مهارت دارم ولی هیچی به هیچی. خب یعنی چی هیچی به هیچی؟ یعنی زندگیم هیچی به هیچی شده. آخه چه به هیچی یعنی همش احساس من به هیچی رسیدم. متأهلین؟ بله. با شوهرتون مشکل دارین؟ نه. آخه من بعد از یه راهی برسم به اینکه هیچی به هیچی یعنی چی؟ با کسایی که اصلا قانونو هیچ نمیدونن. هیچ. سوء تفاهم نمیشه ولی اکثرا فکر میکنم قانون شناس نیستن و هیچی نمیدونن. کیا؟ دوره وریا. چه انقدر مجهوله همه چیز. من نمیدونم از چه راهی وارد شم. ولی یعنی از زندگیتون راضی نیستین که میگین هیچی به هیچی؟ شکر خدا رو میکنم ولی نسبت به مهارتایی که داشتم احساس میکنم اصلا به هیچی رسیدم دیگه. یعنی اونی که باید میشده نشد. یه دونه از مهارتاتون رو بگید جان من. شما خیلی توانگرم در هر کاری. توانگری در هر کاری. در هر نمیگین یه دونهشون اب نداره. اولین بار تو زندگیم آچمزم. آخرین باری که آچمز بودم 8 سالم بود.